یه ویدیو دیگه از کانال من آریا. امروز اومدم بهتون شلاقی رو یاد بدم که یه شلاقی بزنیم. حرکت ساده یه ولی باید خیلی سریع بزنیم. بچه من سر ریکورد کردن خیلی بازیم لگ میشه. دوست دارم بیشترم ویدیو بذارم، مثلا اون سریات بلک مارکت رفتم و اونا حالا مردیم باد زدیم و اینا دوست دارم بذارم ولی لگ میشم واسه همین نمیتونم هیچ کس رو بزنم. حالا اگه بتونم میذارم یه برین حال کنیم. صبر کنیم تا بیاد. خب اول من شاتگان برمیداریم. شاتگان هم نیست. سعیم با هر چیزی میشه شلاقی زد. شما باید 3 دکمه رو خیلی سریع بزنین. 3 تا دکمه رو. یکی پرشه با شمشیر. حالا نمیدونم اگه شمشیر هم نداشته باشین اینجوری میزنه. اینجوری باید بزنه. از بالا شمشیر بیاره اینجوری بزنه. نمیدونم چجوری تعریف کنم. اینجوری میزنه. اول اینه سریع اینا رو میزنیم. بعد سویچ. اول پرش بعدش لایک شد. اول پرش بعدش دکمه تیر بعدش هم سویچ. سری بعد پشت سر هم اینا رو بزنید. من چند بار زدم خیلی لگ میشه. دیدین اول دکمه پرش بعدش دکمه تیر بعدش هم دکمه سویچ. هر گانی با هر گانی میتونید بزنید. فکر کنم با همه با همه گانا میشه. شاتگان نظری این چیزی دیگه بزنید ولی در حال راه رفتن سخته. من خودم نزدم. این سخته. بعضی وقتا همین شلاقه هم یه ذره سخته. مثلا بخوای بزنی نمیگیره. نه یه چند بار باید پشت سرم بزنیم تا بشه. بله ممنونم که این ویدیو